بالا چپ پایین چپ بالا 2 تا چپ پایین. باز دوباره شد. دوباره همونو میزنیم. بالا چپ پایین چپ بالا 2 تا چپ پایین. زردمون کامل میشه. بعد دنبال رنگ که بگردیم کامل شده. اینو با رنگ آبیش جفت میکنیم. این زرد و آبی و سفید ممکنه یا قرمز باشه یا سبز یا نارنجی. بعد از سمت آبی بیاد سمت چپ، رنگ که کامل شده بیاد سمت چپ. ما از سمت چپ این میگیریم. بالا چپ بالا راست پایین چپ پایین. باز دوباره همین شد. باز دوباره فرمول ماهی رو میزنیم. بالا چپ پایین چپ بالا 2 تا چپ پایین. ممنون. لایک یادتون نره، کانال سابسکرایب کنین.